گردی همایی معلولان از 10 کشور جهان در دوشنبه با امید رسیدن به حقوق و شرایط بهتر قرار است در این نشست 3 روزه میان سازمان‌های معلولان این کشورها تبادل تجربه صورت بگیرد، از جمله در مورد پیوستن تاجیکستان به کنونسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق معیوبان. تلاش آن داریم که شخصان معیوبیت داشته را در جامعه همچون عضو جدا نشونده و برابر حقوق و کامل حقوق قبول کنند. اکثریت وقت در سیمای ما شخصی بیمار، شخصی که دائم محتاج است و به او کمک رساندن در کار است. اما در بین شخصان معیوبیت داشته نه همه این خیل هستند و ما میخواهیم که ما را همچون ذخیره مهنتی دولت و حکومت و جامعه بیند. نمایندگان از سازمان‌های معیوبان کشورهای چون روسیه، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، ازبکستان، آلمان و غیره از مشکلاتشان در کشورهای خود گفتند. برخی از مشکلات شبیه گرفتاری‌های معلولان تاجیکستان است. طور میگویند همه ما زاده نظام شورویم و همه ما این مرحله گذشت را یک خیل پس سر میکنیم. هر دو کشور قریب که از یک مشکلات گذشت. از این لحاظ فکر میکنم که یک مشکلات داریم و حل آن را هم باید به یک جایگی حل کنیم. مسئولان سازمان ملل متحد در تاجیکستان میگویند این کشور تمام امکانات برای پیوستن به پیمان حقوق معلولان را دارد، اما باید چند مرحله را طی کند. البته در این راستا باید بعضی مسائل حل و فصل خود را یابند، یعنی همراه شدن با این کنونسیا تکمیل قانونگذاری ملی همراه با اصلاح قانون را طلب می کند. دیگر اینکه برای فراهم آوردن همه این حقوق لازم است که مسائل مالی هم حل و فصل شود. همچنین برای فرا گرفتن همه آدمان معیوب باید آمار مربوط به معلولان تکمیل و همه معلومات ضروری جمع آوری شود. پیوستن تاجیکستان با کنونسیون حقوق معیوبان چی تغییرات را در زندگی معلولان کشور ایجاد خواهد کرد؟ مشکلات بسیار است. در همه جهان همه شخصانی معیوبیت داشته یک خل است و همین روزا ما مبارزه میبریم و همین روزا حرکت کرده هستیم که امکانیتایی که همین روزا هستند برابر شوند با حقوقی که همین روزا برابر دارند و تجربه کاری که دیگر دولت ها دارند برای ما نیز هم یک مثال میشه. کنونسیون حقوق معیوبان را 160 کشور جهان امضا کردند، از جمله همه کشورهای آسیای مرکزی بجز تاجیکستان. معلولان تاجیکستان امیدوارند که چرخی عضویت کشورشان در این پیمان هم به زودی به حرکت درآید.